اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. مسئولین ریاست اقتصاد بلخ میگویند در سال گذشته 100 پروژه انکشافی در این ولایت تطبیق شده است. به گفته مسئولین این پروژه ها در بخش های معارف، صحت، بازسازی و انکشاف دهات به ارزش 2 میلیارد افغانی می باشند. وزارت صنعت و تجارت میگوید در سال 1401 هجری شمسی نزدیک به 2 میلیارد دلار محصولات افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده است. از سوی وزارت فواید عامه کار پروژه حفظ سرک عمومی فرارود با هزینه بیش از 30 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. آمریت پاسپورت لغمان میگوید از آغاز سال گذشته 1401 هجری شمسی تا پایان ماه هود 62 میلیون و 270,675 افغانی عواید جمع‌آوری و به خزانه دولت تسلیم نموده است. نیروهای امنیتی حوزه 11 قماندانی پلیس کابل یک موتر ربوده شده را دریافت نمودند. نیروهای امنیتی پس از اطلاع موتر ربوده شده نو کرولا را بعد از تعقیب دریافت و با مالک اصلیشان سپردند. اداره ملی غذا و دوای افغانستان از ایجاد لابراتوارهای کنترل کیفیت غذا و دوا در 4 زون کشور خبر داده است. کار ساخت کانال به ارزش 175,000 دلار در ولسوالی علیشیر ولایت خوست تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این کانال ظرفیت آبیاری 1320 جریب زمین زراعتی را دارد. حدود 200 تن از علمای کرام، بزرگان قومی و جوانان ولایت بامیان در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء از اقدامات امارت اسلامی ستایش و حمایت خود را از نظام حاکم اعلام نمودند.